بله بفرمایید. بله خواهش میکنم. بله به لطف آقای حریرشی ما تو دوران کرونا هم کار میکنیم. اوا شمایی؟ من که گفتم آقا جون مدارکت کامل نیست. ما تو این دفتر کار غیرقانونی نمی‌کنیم. بله آقای توکلی، چون شما مشتری دائممون هستید من دارم اینو به شما میگم. با اون مبلغی که شما میگید فقط گزینه آخر باقی میمونه. بله مال 1335. یکم از کار افتاده است اما بازم جوابه. معرفتون کی بوده؟ چی؟ حاج آقا نجفی؟ قربان شما خوب هستین؟ خانم محترم خوبن؟ بچه‌ها خوبن؟ ببخشید به جنایی بردم. نه از اون بابت خیالتون راحت باشه. اینجا همه چیز تحت امنیت و محرمانه است. مشتری ناراضی نداشتیم تا الان. بله. من خودم یه دونه مدل خوش دست، خوش فرم سر پا براتون میذارم کنار. قبول حق باشه. مبارک. الو الهام. آب دستت به زمین به بالا. مشتری ویژه داریم حاج آقا نجفی. ولش کن خودم باطلش میکنم. بوده بیا بالا. آفرین. بله. همینجوری حواست هست؟ باز که موهات بیرونه. 2 لقمه نون حلال داریم در میاریم بریم سر خونه زندگیمون. این اداره حرف اول تو این منطقه میزنه. آبرو اعتبار رو شاه حاج آقا نجفی لکه‌دار نکن. بکن تو موها رو. حالا واکن چادر رو ببینم همه چی مرتبه. حاج آقا پلنگی دوست داره. آفرین. برو پایین پرشیا مشکی منتظرته.